بریم سراغ 10 تا حقیقت تاریخی باور نکردنی. لابلای این همه جنگ‌های سخت، قراردادهای بزرگ و سخنرانی‌های خفن، یه سری اتفاقات عجیب و غریب هم افتاده. مثلا چی؟ مثلا سال 1807 ناپلئون بوناپارت یه گله خرگوش بهش حمله میکنن. بریم سر بزنیم به 10 تا از این حقیقت‌ها. 1. جای گلوله‌ها رو میشده با پاستیل چسبی وصله کرد. تو نبرد چوسین تو جنگ کره که خیلی هم وحشیانه بوده، یه گروه از تفنگدارای دریایی آمریکا که محاصره شده بودن با بیسیم درخواست فوری مهمات خمپاره 60 میلیمتری میکنن و از اسم رمز مهمات استفاده کردن. چی بوده؟ توتسی رول. به خاطر یه قاطی پاتی تو پیام رسانی، محموله‌ای که با چتر براشون فرستادن مهمات نبوده، بلکه 1000 تا پاستیل چسبی واقعی توتسی رول بوده. با اینکه اولش یه اشتباهی رو اعصاب بوده، ولی این پاستیلا جونشون رو نجات داده. این یکی از معدود جیره هایی بوده که تو اون دمای زیر صفر یخ نمیزده و کالری مورد نیازشون رو تامین میکرده. مهمتر از اون، تفنگدارا فهمیدن که وقتی توتسی رولا رو میجوئن و تبدیل به یه خمیر نرم میشه، برای وصله کردن جای گلوله ها و ترک های لوله های سوخت و شلنگ ها و رادیاتور ماشیناشون حرف نداره. این کیت وصله کاری خوراکی و الکی به طرز عجیبی موثر در اومده و باعث شد بتونن تجهیزاتشون رو راه بندازن و کمکشون کرد که آخرش از محاصره در بیان. مورد دوم، ایرانیای باستان یه بار مست در مورد یه موضوع بحث می‌کردن، یه بار هم هوشیار. هرودوت یا هرودوتوس، مورخ یونانی باستان، یه روش تصمیم‌گیری خیلی خاص و عجیب و غریب ولی کاربردی رو ثبت کرده که ایرانیای باستان استفادهش می‌کردن. وقتی با یه موضوع خیلی مهم روبرو می‌شدن، اول در حالی که مست بودن در موردش بحث می‌کردن. اونا اعتقاد داشتن که مستی باعث میشه رو در وایسی رو بذارن کنار و یه بحث صادقانه‌تر و بی‌پرده‌تری داشته باشن. فردای اون روز دوباره همون موضوع رو در حالی که کاملا هوشیار بودن بررسی می‌کردن. اگه تو روشنایی روز اون تصمیمی که مستی گرفته بودن هنوزم فکر خوبی به نظر میومد، اجراش می‌کردن. این سیستم دو مرحله‌ای که برعکسش هم کار می‌کرد، یعنی اول هوشیار بعد مست، یه راه خیلی باحال بود تا مطمئن بشن مهمترین تصمیماشون میتونه هم از فیلتر احساسی ترین حالتشون رد بشه، هم منطقی ترین حالتشون. مورد سوم، ستاره های نقاشی تراس کافه در شب ون گوگ بهمون کمک کرد تا روز دقیق کشیده شدنش رو بفهمیم. با اینکه ونسنت ون گوگ به سبک احساسی و پر احساسش معروفه، نقاشی معروفش تراس کافه در شب یه کار فوق العاده دقیق از نظر نجومیه. اون این صحنه رو تو آرل فرانسه کشیده و آسمون شب رو با چنان دقتی ثبت کرده که ستاره شناسای امروزی تونستن تاریخ و ساعت دقیقش رو در بیارن. کارشناسا با تحلیل جای ستاره ها تو نقاشی، مخصوصا اون تصویر واضحی که از صورت فلکی یا همون دو اکبر کشیده، فهمیدن که ون گوگ این اثر رو عصر روز 16 یا 17 سپتامبر 1888 خلق کرده. این جزئیات باور نکردنی نشون میده که ون گوگ حتی وسط اون دید هنری خاص خودش یه ناظر دقیق و وفادار به دنیای اطرافش بوده و این شاهکار آسمونیش رو توی لحظه خاص و واقعی تو دنیای واقعی ثبت کرده. مورد 4، یه روز خاص کل سوئد مجبور شد برای همیشه جهت رانندگیشو عوض کنه. تو یه روز عجیب و غریب تو سال 1967 کل ملت سوئد دست جمعی جهتی که تو خیابون رانندگی میکردن رو عوض کردن. این روز که به دگن اچ معروف شد دقیقاً ساعت 4:50 صبح روز 3 سپتامبر اتفاق میفته. تو اون لحظه به کل ترافیک کشور دستور دادن که کامل وایسن، با احتیاط برن اون سمت جاده و منتظر سیگنال برای حرکت بشن. این عملیات گنده نیاز داشته که 1000 تا چهارراه رو از نو تنظیم بکنن، تابلوهای راهنمایی رو عوض کنن و حتی اتوبوس‌ها رو با اضافه کردن در تو اون یکی سمت تغییر بدن. با اینکه پتانسیل یک هرج و مرج وحشتناک وجود داشت، اینجا به جای یک موفقیت چشمگیر بود و مردمی که خوب بهشون اطلاع رسانی شده بود، یکی از عجیب ترین
و هماهنگترین ترافیک های تاریخ رو اجرا کردن. مورد 5، سیل بزرگ سال 1993 رودخونه میسیسیپی تقصیر یه مرد بود که میخواست بره بیرون عشق و حال. وسط اون سیل بزرگ سال 1993 یه آقای به اسم جیمز اسکات فقط یه بهونه میخواست که به مهمونی و خوشگذرونیش ادامه بده. نقشه عجیب و خودخواهانش این بود که با درست کردن یه سیل کوچولو زنش رو اونور رودخونه میسیسیپی گیر بندازه. برای این کار اون چند تا کیسه شن رو از یه خاکریز نزدیک وست کوینسی تو میسوری برداشت به این امید که جاده رو ببنده. خرابکاریش به طرز فاجعه باری خوب جواب داد. خاکریز کلاً شکست. یه سیلاب وحشتناک راه افتاد که 14,000 هکتار حدود 56 میلیون متر مربع زمین کشاورزی رو برد زیر آب و یه پل رو هم نابود کرد. با اینکه اون هی میگفت بیگناهه، اسکات به جرم ایجاد فاجعه عمدی محکوم شد و حبس ابد گرفت، همش به خاطر اینکه یه شب میخواست بره بیرون. مورد 6، مادر جیمی کارتر همون پرستاری بود که موقع به دنیا اومدن رزلین کارتر کمک کرد. رابطه بین جیمی و رزلین کارتر 10 سال قبل از اینکه اصلا عاشق هم بشن درست تو لحظه تولد رزلین شروع میشه. تو شهر کوچیک پلینز تو جورجیا مادر جیمی، لیلیان کارتر، یه پرستار رسمی بوده که موقع زایمان همسایه‌اش برای به دنیا اومدن بچه جدیدش رزلین اسمیت کمک کرده. طبق داستان جیمی 3 ساله اولین کسی بوده که مادرش خبر این دختر تازه متولد شده رو بهش داده. این ارتباط جالب توی شهر کوچیک شد اولین فصل ناخواسته ی چیزی که بعدها تبدیل به طولانی ترین ازدواج ریاست جمهوری تو تاریخ آمریکا شد و این رئیس جمهور و بانوی اول آینده رو از همون روز اول زندگی رزلین به هم وصل کرد. مورد 7، یه متمم قانون اساسی ناموفق میخواسته جنگ رو بذاره به رأی عمومی و اونایی که آره میگفتن رو مجبور به سربازی بکنه. توی حرکت جسورانه و عجیب یه متمم قانون اساسی تو سال 1916 یه تغییر اساسی رو تو روش اعلان جنگ ایالات متحده پیشنهاد داده. این متمم میگفت کشور نمیتونه بدون رأی مستقیم و سراسری مردم وارد جنگ بشه، ولی بخش واقعا عجیبش اون عواقبی بود که توش گذاشته بودن. هر کی که به جنگ رأی آره میداد اتوماتیک برای خدمت سربازی ثبت نام میشد. این متمم آخرش رأی نیاورد، ولی یه تلاش جذاب و به طرز خلاقانه‌ای افراطی باقی موند تا مطمئن بشن آدمایی که انتخاب میکنن کشور رو بفرستن تو جنگ همونایی باشن که باید توش بجنگن. مورد 8، هوکس پوکس از یه عبارت لاتین که اشتباه شنیده شده بود اومده. اون ورد کلاسیک جادوگرا هوکس پوکس یه ریشه خیلی مقدس ولی بد فهمیده شده داره. خیلی معتقدن این عبارت یه نسخه تغییر یافته از کلمات لاتینیه که روی صفحه میبینین، به معنی این بدن من است، که کشیش ها موقع مراسم عشای ربانی کاتولیک ها میگن. برای این قرنها مردمی که تو مراسم بودن و لاتین نمیفهمیدن این کلمات رو موقع مرموزترین و به نظر جادویی ترین بخش مراسم، یعنی تغییر ماهیت، میشنیدن. به مرور زمان این عبارت مقدس به صورت نامفهوم تبدیل به یه ورد بی‌معنی شد که مترادف با یه تحول معجزه‌آسا بود و آخرش هم اجرا کننده های روی صحنه ازش استفاده کردن تا یکم زرق و برق به حقه های جادوییشون اضافه کنن. مورد 9، تو جنگ جهانی دوم لهستان یه خرس رو سرباز وظیفه کرد. تو جنگ جهانی دوم سربازای سپاه دوم لهستان یه بچه خرس قهوه‌ای سوری یتیم رو به فرزندی قبول کردن و اسمش رو گذاشتن وایتک. این خرس شد نماد غیر رسمی این واحد، باهاشون سفر میکرد و حتی یاد گرفت آبجو بخوره و سیگار بکشه. معروف‌ترین کارش تو نبرد مونته کاسینو تو ایتالیا بود که اونجا به رفقای انسانیش کمک کرد و جعبه‌های سنگین گلوله توپخونه رو جابجا می‌کرد. حالا برای اینکه بتونن سوار کشتی حمل و نقل بریتانیایی بکنن این خرس رو که داشته میرفته ایتالیا، چون قانون اجازه نمیداد حیوان خونگی بیارن، سربازا رسما وایتک رو تو ارتش ثبت نام کردن. بهش درجه سرباز وظیفه، شماره سریال و دفترچه حقوق دادن که اینجوری احتمالاً شد عجیب ترین سرباز وظیفه کل جنگ. و مورد 10، یه بار خرگوشا به ناپل اون
حمله کردند. بعد امضای پیمان تیلسی تو سال 1807 ناپلئون بوناپارت تصمیم گرفت با یه شکار خرگوش جشن بگیره. رئیس ستادش که مسئول برنامه‌ریزی این مراسم بود به جای خرگوش وحشی صدها خرگوش اهلی و پرورشی جمع کرد. وقتی قفس‌ها رو باز کردن خرگوش‌ها از ترس فرار نکردن. اونا این ژنرال معروف و آدم‌هاش رو به چشم یک منبع غذا دیدن و بهشون حمله کردن. این گله گنده و پشمالو ریختن سر ناپلئون، از پاهاش و کتش بالا رفتن تا جایی که مردی که بخش بزرگی از اروپا رو فتح کرده بود مجبور به یه عقب نشینی تحقیرآمیز شد و سوار کالسکه‌اش از دست یه ارتش پشمالو و گرسنه فرار کرد.